این هفته خبر تو خبر داره براتون از عربده‌کشی‌های سیدعلی در خلیج فارس که از ترس به هم خوردن اوضاع منطقه به سود زدن در تاریکی و برگزاری مراسم نظامی رو آورده. سیدعلی که این دفعه تو کوچه علی چپ رانندگی می‌کرد گفت: از آغاز تشکیل نظام جمهوری اسلامی هیچ کشوری را، هیچ قدرتی را به رویارویی و جنگ تشویق نکردیم و نخواهیم کرد. ما صلح طلبیم. این هم مکانیزم صلح طلبی به سبک سیدعلی. پرتاب موشک‌های صلح آور به گوشه و کنار خاور. اگه به این موشک پرونی ها بمب‌های صادراتی به عراق و افغانستان رو هم اضافه کنیم، اون وقت احتمالاً خامنه‌ای مدعی جایزه صلح نوبل بعدی هم خواهد شد. یکی دیگه از پاسخهای کوبنده خامنه‌ای طرح جدید مجلس برای مقابله با تحریم مقامات نظام بود که همه رو کیش و مات کرد. طرح تحریم و تعقیب برخی مقامات آمریکایی رو به رأی میذاریم. تصویب شد با رأی بالایی. با این حساب آمریکایی ها این گونه اقدامات را در آرایش مدیریت جهانی کذای خود مباح می‌دانند، لذا به عواقب آن خوب اندیشه کنند. لازم است نیروهای امنیتی کشور با همت قوی‌تری پاسخ این شرارت‌ها را بدهند. واقعا چقدر تهدید خطرناکی بوده است. الان دیگه دشمنان نظام خواب و خوراک ندارن. البته این تحریم شامل حال همه مقامات آمریکایی نمیشه و بعضی ها مثل لورنس باتلر به جای حکم تحریم کارت تشویق از نظام دریافت کردن. باتلر همون دیپلماتیه که چندی پیش حرف بزرگتر از دهنش زد و اومد از دیوار بلندتر از قدش بالا بره که البته روی سر خودش خراب شد. خامنه‌ای در حالی دنبال ژست‌های توخالی رفته که در درون نظام موج ریزش همچنان وجود داره. فکر میکنم انشالله جامعه ما آمادگی برخورد با هر فتنه‌ای رو داره، ولی یه چیزی رو قول نمیدم، ریزش ها رو ما نمیتونیم قول بدیم که وجود نداشته باشه. بالاخره این موج ریزش وجود داره یا نه؟ چرا سربسته میگی؟ ماسمالیزیشن داریم میکنیم به مسائلو. این پناهی چون تو برنامه تلویزیونی بود ماسمالیزیشن کرد. اما اگه میخوای بدونی واقعا تو دل عظما چی میگذره، باید بری تو جلسه قاسمی. منم فکر میکردم که باید از یه سال دیگه آماده باشیم. زود الان، ولی زودتر از موعد بهمون زدن. ما چقدر آمادگی داریم نمیدونم. به نظر میرسه باز کفافه. این مدل حجمه رو نمیکنه. ماها رو با همین SMS ها و بلوتوث ها لهمون میکنن و کردن. تو همین ایام اینو دیدم که چقدر خط ما شکست پذیر و بحرین بریم لیبی بریم. وقتی که بوسنی میرفتیم مال این بودش که حال و هوای جنگ و اون قصه تو کلمون بود که بایستی بریم. امروزه میگن ولش کن مارادونا رو، غضنفر رو به چسب که داره به خودمون گل میزنه. یا باشم برم بحرین، خط سوراخه، بحرین برم. متاسفم از این بابت که امروزه حضور ندارم، نه در بحرین نه در لیبی. اما افسوس میخورم که فتنه های داخلی انقدر نگرانی ایجاد کرده که جرأت نمی کنم که یار بخوام برای مارادونا بذارم. اینقدر غضنفر داریم که گل به خودی میزنم. حالا که کمی با دردهای نظام آشنا شدیم، بریم به یک گفتگوی کارشناسی درباره مهمترین مسائل نظام و بیت عظما. ببینید در خانه‌های قدیمی دستشویی یه جای کنج حیات بود. قطعاً بیرون ساختمان حیات رو استیم کردیم. شما امروز شاهد این هستین که اصلا در سرویس بهداشتی به پذیرایی یا تو سالن نشیمن باز میشه. من میخوام یک نکته به شما بگم، تو شاید خیلی قشنگ نباشه، ولی
ببینید شما به موازات همین اتفاق شما در سریال های طنز تلویزیون شاهد این هستید که اصلا بحث دستشویی رفتن دستمایه خنده است، یعنی یه سوژه برای خنده است. وقت شما اومدید تو تلویزیون نشون میدید که دارن به دستشویی رفتن میخندن و این سوژه مکرر سریال‌های طنز و فیلم‌های طنزه. ظاهرا این مشکل توی مجلس خیلی جدی‌تر از توی خونه هاست، چون حتی در زمان رأی‌گیری هم کسی سر جاش نشسته که رأی بده. آقایانی که اینجا هستن بفرمایید رأیتون رو بدین. بفرمایید دوستان در صندلیاتون مستقر باشید، رأی‌گیری داریم. بفرمایید آقایانی که اینجا هستن بفرمایید. بعضی از آقایون اون انتها هستن بفرمایید رأیتون رو بدین. کسی از مجلس خارج نشه، رأی‌گیری داریم. بله در صندلیات اونجا باشید، رأی میدید، ثوابم داره. این وضعیت مجلس در حالیه که باید در مورد بنبست‌های جدی نظام تصمیم گیری بشه، جلوگیری بشه از بزرگنمایی حوادث و القاء ناامید در جامعه. گاهی یک حادثه اتفاق میافتد و رسانه ها چنان به اون دامن میزنند که اگر ساماندهی نشود که در جامعه القاء ناامنی میشود. این حادثه اسمشو نبر که اینجا اشاره شد عبارت است از گوشمالی دادن مزاحمین مردم که در لباس انتظامی و آخوندی به مردم گیر میدن. اتفاقات عجیب غریبی که داره میفته. دوباره یک روحانی رو دیدیم که به خاطر امر به معروف ضرب و شتم یعنی کتکش زدن این عزیز رو. هرچند که این بابا اصلا به این خبر دامن نزد، ولی با این حال این وضعیت در عالم واقع طوریه که احمدی مقدم هم کم آورده. امروز میگن با قلیون، CD، توزیع کننده فیلم، توزیع کننده پوشاک، رستوران همه ما برخورد کنیم. بهداشت رو رعایت نمیکنن ما برخورد کنیم. در ماه رمضان ما برخورد کنیم. پس مجامع صنفی چه میکنن؟ مجامع صنفی با تقویت بشن، با این تخلفات خودشون برخورد. حکایت پیشرفت این طرح‌های امنیتی توی یک جامعه انفجاری مثل تلاش برای بالا رفتن از یه پله برقیه که داره میاد پایین. یه چیزی توی این مایه ها.